ای جلوه جلال مبین در جبین تو، دست خدا برون زده از آستین تو. ای هفتمین امام که هفت آسمان حق 70 بار گشته به گرد زمین تو. ای کاظمی که غیظ و غضب هر دری که زد پیدا نکرد راه به حصن حصین تو. زندان نمازگاه تو بود و سپرده گوش افلاکیان به صوت دعای حزین تو. لرزاند سنگ سنگ ستونهای عرش را ظلمی که بر تو رفت ز خصم لعین تو. ای هفتمین امام همام، ای جهان و جان جمع آمده تمام به زیر نگین تو. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیزم سلام، ارادتمندتون آرمان غفاریان هستم و در ابتدای برنامه امروز انارستانمون سال روز شهادت هفتمین امام همام مشیعیان امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و امروز در کنار شما هستیم با یکی دیگه از دغدغه هایی که خیلی از شما عزیزان داشتین، به ما انتقال دادین در پیام هاتون وقتی که ما رو میدیدین در جامعه و میگفتین که حتما بخواین از دکترهایی که تشریف میارن انارستان راجع به این مقوله صحبت کنن. میدونم این موضوع دغدغه خیلی از مادرهای عزیزه، مادرهایی که حتی طاقت ندارن که یک خط کوچیک روی بدن بچهشون بیفته و وقتی که بچه عزیزشون فرزند نازنینشون تب میکنه در تب میسوزه و کاری از دستشون بر نمیاد و این تب پایین نمیاد، انگار خود اون مادره که در یک آتشی داره میسوزه. و امروز سعی میکنیم که راه حل های خیلی خوبی رو از منظر طب عزیزمون طب سنتی خدمت شما دوستای عزیز ارائه بدیم. ما رو همراهی بفرمایید. هر سوالی هم که داشتین از طریق صفحه مجازیمون ما در خدمتتون هستیم. انارستان خط زیرین تیوی که بعد برنامه از فضای مجازی به صورت زنده در کنارتونیم و یک ویزیت آنلاینی هستش که آقای دکتر تشریف دارن و من هم سوالهای شما رو خواهم پرسید. یک بخشی رو میبینیم تا آقای دکتر تشریف بیارن و بحثمون رو شروع کنیم. تب واکنش سیستم دفاعی بدن در مقابل ویروس یا میکروب. وقتی که گلبول‌های سفید درگیر مبارزه با مهاجم خارجی میشن، با دستور مغز حرارت بدن بالا میره. چون گلبول‌های سفید تو این حالت بهتر میتونن مبارزه کنن. بچه‌های کوچیک بیشتر از بزرگترها تب میکنن. این موضوع عادیه و نباید نگران شد. اما یه وقتایی هست که تب بچه‌ها خیلی بالاست یا اینکه مدام بچه تب میکنه یا علائمی مثل بیقراری یا جوش‌های قرمز یا بیحالی شدید به همراه داره. در این صورت باید فوراً به پزشک مراجعه کرد. ولی در هر حال مجموعه‌ای از روش‌ها هست که مادرها وقتی که بچه‌شون تب میکنه اونها رو به کار میبرن تا حرارت بدن فرزندشون کم بشه. مثل پاشویی کردن، مرطوب کردن پیشونی و بدن، خوردن مایعات زیاد به بچه و یا دادن بعضی از شربت‌های تبر که مخصوص اطفال هستن. انشاءالله مریضی از بچه‌هاتون دور باشه.
انشالله که بیماری و مریضی و بلا از همه مردم ایران دور باشه و قراره که به بحث تب اطفال بپردازیم تا دغدغه خانواده های عزیز رو برطرف کنیم. امروز با آقای دکتر وحید تفضلی، پزشک و متخصص طب سنتی که امروز تشریف آوردن به انارستان. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدین به برنامه انارستان و میتونید یه سلام علیکی هم با مخاطبین انارستان داشته باشید. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان و مردم عزیزمون. انشالله که بحث مفیدی رو خدمتشون داشته باشیم. انشالله به امید خدا. خب خیلی ها هستن که این دغدغه رو دارن، این نگرانی رو دارن، واقعا هم نگران کننده است و دوست دارن که خب بچه خودشون رو همیشه صحیح و سلامت ببینن و توی این بحران هایی که گرفتار میشن یه ذره بعضی وقتا عاجز میشن که چیکار باید بکنن که این بچه از اون تب سوزناک نجات پیدا کنه. و میخوایم بریم یه تعریفی داشته باشیم مثلا از تب، دلایل به وجود اومدن تب که اصلا چی از چه اتفاقی تو بدن ما میفته و ببینیم طب سنتی ما که یک قدمت بسیار بلند بالا و تاریخی داره به قدمت کشورمون چه صحبت‌هایی برای گفتن داره. بله، ببینید تب اگه بخوایم سازوکار ایجادش رو بررسی بکنیم باید بریم سراغ مغز. توی مغز ما یه قسمتی به نام هیپوتالاموس هست، یه نقطه‌ای داره که در اصطلاح خودمون ترموستات بدنه، یعنی دمای بدن رو توی یه نقطه‌ای تنظیم میکنه و واکنش‌های گرمازا و اتلاف گرما رو جوری تنظیم میکنه که تو اون نقطه تنظیم بشه، یعنی ذره تخلف از اون درجه حرارت ایجاد نشه. تب یعنی چی؟ تب یعنی این که اون ترموستات به جای اون درجه حرارتی که حالا حول و حوش 37 درجه هست یه درجه بالاتری رو تعریف میکنه، میگه مثلا باید دمای بدن روی 38 درجه بیاد، پس مکانیسم های ایجاد حرارت باید فعال بشن بیش از اون که در حالت طبیعی بودن. از اون طرف هم اتلاف حرارت از نقاط مختلف بدن مثل دست و پاها باید کم بشه. نتیجه چی میشه؟ میشه یک دمای غیر طبیعی در بدن که بهش میگیم تب. طب سنتی چی میگه؟ طب سنتی تقریبا همین حرف رو میزنه با یه زبون دیگه. میگه وقتی که یک حرارت غیر طبیعی، حالا یه لفظی میگه غریبه، همون غیر طبیعی، وقتی که یک حرارت غیر طبیعی در سرتاسر بدن پخش میشه و شما با لمس میتونید متوجه اون بشید. خب قبلا شاید دماسنج نبوده، میزان الحراره‌ای که میگن اسم عربی که تو بعضی از کتابای جدیدتر طب سنتی هست قبلا نبوده، مجبور بودن با علائم و با معاینه این رو چک بکنن، ولی بعد هم که این اومده تو کتاب‌هایی که دوره قاجار هست همون بحث اضافه شده به اون تعریف قبلی. مجموعش یه حرارت غیر طبیعی که سادهش بکنیم تو کل بدن اتفاق میفته، یه اثری هم میذاره، فعالیت‌های طبیعی بدن رو به هم میریزه. یعنی چی؟ این جمله که میخوام بگم هم تو منابع طب سنتی هست هم تو منابع طب جدید. ببینید پایان نامه من به عنوان تخصص طب ایرانی بحث تب بود که حالا اشاره‌ای هم تو بحث درمان خواهم کرد بهش. نتیجه کلی که ما ازش گرفتیم این بود که تب باعث به هم ریختگی علائمی میشه که در حالت طبیعی نشون از فعالیت طبیعی بدن داره، یعنی فعالیت طبیعی ما به هم میریزه. ببینید یه بچه‌ای که تب میکنه، بحث تب اطفال ما امروز داریم، یه بچه‌ای که مثلا اومیکرون گرفته یا به علت دیگه‌ای تب داره، چه علائمی شما میبینید؟ بچه بیحال میشه، نفسش ممکنه که خورده تند بشه، ضربان قلب تندی پیدا میکنه، از غذا میفته، اشتهای درستی نداره، بیحال میشه. پدر مادر احساس میکنن این بچه‌ای که اینقدر شیطون بوده داشته بازی میکرده مثل قبل نیست. این همین اثر اون حرارته بالاست. یه مسئله دیگه هم این وسط پیش میاد که ترسناک هست، خیلی ها میترسن ازش، لرزه. بعضی وقتا این لرزه از خود تب ترسناک تره. چرا لرز اتفاق میفته در حالت طبیعی؟ شما میخواید از دمای 37 درجه دمای بدن رو بیارید روی 38 درجه، بدن میخواد این کار رو انجام بده، با کمک انرژی جنبشی حرارت ایجاد میکنه، یعنی عضلات بدن شروع به حرکت میکنن. خب هر حرکتی
حرارت ایجاد میکنه، گرما ایجاد میکنه. این باعث لرز میشه که خیلی‌ها اینو براشون یه حالت ترسناکی هست و میترسن دست با خودشون رو گم میکنن. این مجموعه اتفاقیه که تو بدن میفته. حالا طب سنتی میگه این اتفاق اصلش از قلب و جریان خون عمده میکنه. طب جدید میگه که تو مغز مرکزی هست که این کار انجام میده. در مجموع نتیجه خیلی فرقی نمیکنه. دما میاد بالا و فعالیت‌های طبیعی یه حالت میشه. مشکل داری پیدا میکنه. چرا این کارو میکنه مغز؟ دلیلش چیه؟ برای چی دمای بدن رو میبره دلیل اینه که یه علتی باعث شده که بدن نیاز به یه واکنش پیدا کنه. معمولاً حالت عفونیه، یعنی یه ویروسی یا یه میکروبی اعم از باکتری به بدن حمله کرده و باعث شده که بدن یه هشداری براش پیش بیاد و میخواد علیه این مقابله کنه. این افزایش گرما باعث میشه که سیستم ایمنی بدن بیدار بشه و گلوبولای سفید بدن فراخوانده بشن و جریان خون بدن به کمک اندامهای حیاتی بدن بیاد تا یه مقابله خوبی با این ویروس انجام بشه. پس چیز بدی نیست، ولی همین حرارت و همین حالت آماده باش و هشدار و زنگ خطر اگه طولانی بشه، چون ببینید زنگ خطر که زده میشه بدن داره کار خوشو میکنه، داره مبارزهشو پیگیری میکنه، ولی اگه این دما طولانی بشه یا بیش از حد اتفاق بیفته خودش آسیبزا هست. یعنی این دمای بیش از حد باعث میشه بعضی واکنش‌های بدن، تو بحث شیمی داریم دیگه، قسمت بحث کاتالیزورها، بعضی فعالیت‌های بدن توی دمای مشخصی هست دیگه. اگه که این دما بره بالا آسیب میزنه به اون فعالیت طبیعی بدنم، به هم میریزه. پس تا یه حدیش خوبه، زنگ هشدار هست و بعضی از مواد پیشزازی که میکروب ها میتونن ازش استفاده بکنن رو از دسترس خارج میکنه. این خوبیشه. ولی مسئله اصلی ما اینه که کی باید تب رو پایین بیاریم و آیا تب خطرش بیشتره یا علائم همراهش. درسته، بسیار. حالا به این بحث هم میرسیم. بله. پس ما تب رو به عنوان یک زنگ هشدار بدن میبینیم و آیا این نگاه هم درسته؟ چون خیلی شنیدم میگن که اگر حالا ویروسی یا میکروبی وارد بدن بشه و بدن نیاز به این پیدا کنه که از تمام قوای خودش استفاده کنه، یک سری از اعضای نمیکنه، جریان خون میره به سمت تمرکزش اصلی رو میبره برای همون سیستم ایمنی بدن و تقویتش. درسته؟ بله. این نگاه بله، یعنی حرارت به سمت مرکز بدن بله. میاد. برای همین تو تعریفی هم که تو کتاب میگه که increase in core body temperature، یعنی اون هسته مرکزی بدن حرارتش میره بالا. یعنی شما ببینید طرف تب داره، دست و پاهاش سرده، چون با دست و پا ما نمیخوایم کاری انجام بدیم، اون مراکز حیاتی است که باید. ولی لرزه برای چی به وجود میاد؟ لرزه به خاطر اینه که این دمای بدن ما دمای 37 درجه میخواد 1 درجه 2 درجه 3 درجه اینا ببره بالا. شما هر انتقال دمایی یه حالت منبع تغذیه‌ای میخواد، یعنی باید یه جایی حرارتی بیاره که این حرارت رو تزریق بکنه، این حرارت بره بالا. با چین کارا میکنه؟ با انرژی جنبشی، یعنی عضلات بدن میلرزن، لرزش ایجاد میکنن، حرارت ایجاد میکنن، دما میره بالا. از اون طرف عروق انتهایی بدن، ببینید دستای ما، پاهای ما دماش از جای دیگه بدن ما کمتره. توجه هستید؟ زودتر سرد میشه، خودمون احساس سردیشو میکنیم. این اتلاف داره میشه، یعنی داره گرما از اینجا هدر رفت داره. متوجه هستین؟ وقتی که تب میخواد ایجاد بشه، عروقی که این انتها هستن، مویرگ ها منقبض میشن، جلو هدر رفته گرما رو میگیرن. چرا گرما هدر میره؟ چون جریان خون که داریم تو بدن، گرما از جریان خون دیگه، هر جا خونه حرارت میگه. دست منو نگاه کن یخه، سندروم دستهای یخی، دست سرده. چرا؟ چون خون بهش نمیرسه. فردی که کم خونه احساس سردی تو دست و پاهاش داره، پس خونو میکشونه به وسط بدن، هر جا خون جمع بشه گرم میشه، اطراف سرد میشه، عضلات هم حرکت میکنن، دما رو خیلی سیستم جالب و جذابیه تو بدن واقعا. بله. آدم به قدرت خدا پی میبره. یه سوال حالا یه ذره شاید چالشی تر، بدن به صورت طبیعی وقتی که دچار بحران میشه گرما رو میبره بالا. بله. آیا ما از همون ابتدا بخوایم تب و کاهش بدیم کار درستیه؟ اتفاقا کار اشتباهیه. این نکته ببینید
ما یه چیزی میگیم وقتی که بچه داره لرز میکنه چیکار بکنیم؟ یه خورده کاربردی تر حرف بزنیم. حالا لازمه این بحث‌های تئوری رو بگیم، ولی کاربردی. الان بچه داره لرز میکنه، چیکار بکنم؟ پاشو بذارم تو آب یخ یا اینکه تبر بهش بدم؟ شما بیایید کمک کنید که این مرحله رو راحت‌تر انتقال پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی بیاید بپوشونیدش. بچه رو لباس بپوشونید، کنار شوفاژ یا منبع حرارت بذارید تا این انتقاله زودتر اتفاق بیفته، تب تا یه حد خفیفی داشته باشه. اگه یه تب بالایی داشتیم اون دفعه بهش بپردازیم. حالا من میگم تو گروهای سنی خیلی فرق میکنه. ما بزرگسالا که کار نداریم بهش، بحث ما اطفاله. ببینید تو کتابای طب سنتی نوشته، تو کتابای طب جدید نوشته، افرادی که سنهای پایین دارن، مخصوصاً نوزادها، ببینید از بدو تولد، یعنی از 0 روزگی، از اول تولد تا 28 روزگی رو ما بهش میگیم دوره نوزادی. خیلی نقطه حساسیه. اینا داشته باشید. و سالمندی که افراد خیلی سنشون بالاست، اینا ممکنه عفونت تو بدن باشه، تب ایجاد نشه، یا ممکنه 10 درجه تب بره بالا. برای همین تو تعریف تب میگیم یه تعریف دیگه هم بکنیم عملی. مادری که خانه‌دار هست میخواد ببینه بچه الان تب داره یا نه، حس کرده که بچه حالش خوب نیست، چیکار میکنه؟ یه دماسنج تهیه میکنه. حالا من میگم چه دماسنجی هم بهتره. دماسنج بهتره که بذاره زیر بغل تو بچه‌ها. دماسنج رو میذاره زیر بغل. تو سن 0 تا 28 روزگی اگه 37 درجه به بالا نشون داد این تب حساب میشه. ولی بعدش اگه بخوایم حساب کنیم 37.5 به بالا تب حساب میشه. متوجه هستی؟ خیلی ممنون از توضیحاتتون. میدونم الان مبحثمون خیلی گسترده ادامه داره و من گسترده میخوام است. خسته کننده نباشه، ولی میکنم نکاتی که به درد میخوره رو بگیم. خیلی الان ذهن ما یکم باز شد نسبت به تب و دلایل به وجود اومدنش. حالا سوالای زیادی هم توی ذهنم هست ازتون بپرسم تا به بحث درمان تب برسیم و چیکار میتونیم بکنیم براش. خب بریم یه بخشی رو ببینیم با اجازهتون و در ادامه با بحث تب اطفال در خدمتتونیم. اولین مبدأ تاریخی حجامت و بادکش به قرن 15 پیش از میلاد در مصر باستان باز می‌گردد که در آن زمان از شاخ حیوانات و بامبو به عنوان بادکش استفاده می‌شده است. پس از آن بادکش در طب شرقی به ویژه چین جایگاهی خاص یافت و پس از آن حکیمان ایرانی همچون ابوعلی سینا و جرجانی استفاده از بادکش را درمان یا مکمل درمان بسیاری از بیماری‌ها بیان کردند. بادکش درمانی یا حجامت خشک که در میان مردم به لیوان انداختن نیز معروف است، روشی است که در آن تعدادی فنجان یا لیوان برای ایجاد مکش روی پوست بیمار گذاشته می شود. این مکش جریان خون را بهبود بخشیده و در درمان بسیاری از بیماری‌ها یاریگر است. این روش درمانی در واقع با جمع کردن خون در ناحیه مورد نظر تنش عضلانی را کاهش داده و به ترمیم سلول‌ها در بدن کمک می‌کند. با توجه به همین خاصیت، از بادکش در درمان بیماری‌های روماتیسمی، تسکین دردهای عضلانی، مشکلات زنان و اختلالات پوستی مانند اگزما و آکنه استفاده می‌شود. همچنین بادکش با ایجاد خلأ به حذف سموم و عفونت‌های موضعی مثل گزیدگی با مار و عقرب نیز کمک می‌کند. در کتب طبی بادکش به 2 دسته سرد و گرم تقسیم می‌شود. به این ترتیب که بادکش به شیوه سنتی را که با استفاده از آتش و لیوان یا کوزه انجام می‌شود به عنوان بادکش گرم و بادکش از طریق دستگاه‌های ساکشن دستی یا برقی را به عنوان بادکش سرد می‌شناسند. طبق نظر حکما و اطباء و بنا به تجربیات فراوان، تأثیر بادکش گرم بیشتر از بادکش سرد است. از انواع بادکش گذاری می‌توان به بادکش ثابت، منقطع و لغزان اشاره کرد که هر کدام برای درمان دسته‌ای از بیماری‌ها مفید است و تشخیص آن
جز با مشورت پزشک یا حکیم طب سنتی امکان پذیر نیست. خب آقای دکتر داشتن توضیح میدادن که تب در اطفال از چه بازه سنی تا چه حدی طبیعیه و از چه سنی، حالا یکم بچه بزرگتر میشه و رشد میکنه، تا چه حدش میتونه طبیعی باشه و از کجا دیگه باید نگران بشیم اگر درجه دما بالاتر از حد طبیعیش رفت. میخوام خواهش کنم از آقای دکتر تفضلی که یک بار دیگه اون اولشو بگن، از 1 روزگی تا 28 روزگی چه تبی مجازه؟ شما اگه که زیر بغل اندازه گرفتید 37 درجه رو دیگه باید هرچی که بیشترش بشه تب حساب میشه تا 28 روزگی. تا 28 روزگی. بله. بعدش که ما 37 و نیم رو تب حساب میکنیم. زیر بغل هم که میگم جای مختلف میشه چک کرد. الان دغدغه خانواده ها هست راجع به دماسنج ها، تبگیر به قول خودشون، که ما توصیه میکنیم. من بازشون پایان نامم تب بود، یه روز وقت گذاشتم کل خیابان صورتگر شیراز، اون وقت شیراز بودیم که همش تجهیزات پزشکی بود، گشتم همه دماسنج‌های مختلف رو امتحان کردم، بررسی کردم، خطاهاشو دیدم و آخرش به این نتیجه رسیدم زیر بغل، اونایی که حالت دیجیتالایی که زیر بغلی هست خیلی دقیقه. بله اون جیوه‌ای‌های مخصوص که تو بیمارستان‌ها استفاده می‌کردن از قدیم اونا خیلی دقیقه، ولی سخته برای پدر مادرها. من آموزش هم دادم، بعضا اشتباه میکنن، ولی همون که میذاریم زیر بغل یه 20 ثانیه 30 ثانیه میشه یه صدایی میده، اون میشه بهش اعتماد کرد. خب بعدم شک داشت میتونه به مرکز درمانی مراجعه کنه و چک کنه. یه نکته دیگه که میخواستم عرض کنم، اهمیت بیشتری بدم. ببینید این نکته هایی که من دارم میگم شاید همش طب سنتی نباشه، ولی لازمه. من از اساتیدی یا از متخصصان اطفال کمک گرفتم، اونایی که تو فضای مجازی دغدغه داشتن آموزش دادن، اینا رو گوش دادم، استفاده کردم ازشون و ازشون تشکر میکنم. این آموزش ها رو دادن، خود بنده هم مریضاشو دیدم، به اینه یه اشکالاتی اتفاق میفته واقعا بعد قابل جبران نیست. ببینید بچه بوده که تا 28 روزگی بوده، تب چندانی نداشته، نتونستن هم چک بکنن. این بعد که اومدن با دماسنج چک کردن دیدن که بله تو اون بازه‌ای که خدمتتون عرض کردم این تب داره و چقدر خطرناکه. بچه که شیر نخوره قندش میفته، سریع ممکنه که از دست بره. یه نکته دیگه که میخواستم عرض کنم، علتهای تب، حالا اجازه بدید وارد بحثش بشیم. تو این بازه 28 روزگی 2-3 تا مسئله هست که دقت کنیم. پوشوندن بیش از حد بدن عامل تبه. بچه رو مخصوصا اونایی که بچه اولشونه میان میپوشوننش، میذارنش بیخ بخاری، درجه حرارت اتاقو میبرن بالا، این خودش باعث تب میشه. الان ما زیاد داریم، حالا یا اومیکرون گرفتن بچه‌ها یا چیزای دیگه، میگن ما هر چی استامینوفن میدیم، بروفن میدیم فلان، تب پایین نمیاد، در حالی که حاضر نیستن که این لباس، چون نمیدونن، تقصیری هم ندارن، نمیدونن که این لباس رو باید کم کنن، درجه حرارت رو باید تنظیم بکنن. پس این یه نکته خیلی مهمه. نکته دوم این که شیرخواری که شیر درست نخوره، آب بدن کم بشه، این دچار تب میشه. اینا دقت کنیم. و مسئله بعدی که ویروس هاست که خب ما الان دچارش هستیم. سن بالاتر خدمتو که عرض کردم 37 و نیم تب حساب میشه. چه تبی تو بالای 28 روزگی بترسیم ازش؟ از تب‌هایی که 39 میره بالا باید ترسید، ولی همون زیر 39 هم اگر که دیدیم بچه کودک ما حالا تو حتی 12 ماه دیدیم که این مشکلاتی داره همراه تب، اینا زنگ خطره. اینایی که میگم تو کتاب طب سنتی هم هست. این مشکلات چیا میتونه مشکلات باشه؟ مثلا تشنج بکنه، این باید فوری ببرنش. تنگی نفس اگه پیدا بکنه، البته تنگی نفس دوباره تشخیصشی خورده باید راجبش توضیح بدیم، حالا چون گفته شده پزشکای متخصص گفتم من واردش نمیشم، ولی ببینن عزیزانمون راجب تنگی نفس ها بعضی وقتا باید دقت کنن به سینه، به شکم که بفهمن تنگی نفس داره یا نه. مسئله دیگه این که غذا نخوره بچه، بیش از حد طول بکشه، تبی که بیش از 3 روز طول بکشه حتی اگه درجهش خیلی بالا نباشه. خدمتتون که عرض شود حالتهای دوندون بشه بدن، خدمتتون که عرض شود سفتی بدن، مثلا مننژیت که خب یه چیزیه که باید بهش حواسمون جمع شه، گردن سفت میشه، خیلی باید دقت بکنیم. خدمتتون که عرض شود و حالا مواردی که واقعا احساس می‌کنید حال طبیعی نداره بچه،
استفراغ پشت سر هم که قطع نمیشه، اسهال بعضیاشون شدید، اسهال میشن، اسهال شدید. تب، حالا معمولا میبینیم که عرق سرد بعضیاشون میکنن. آفرین. اصلا تو کتاب طب سنتی نوشته عرق سرد نشانه ضعف شدیده بله. و باید باش احتیاط کرد. البته خب الان کادر درمان زیر فشار هستن، واقعا دارن زحمت میکشن، باید یه خورده از بارشون کم بشه. توصیه متخصصای اطفال هم همینه که اینا رو علائم خطر رو بدونیم. موارد دیگه اگه که تشخیص داده شد، مثلا بردیمش مطب، درمانگاه جایی گفتن که آقا فعلا باهاش سر بکنید، من روشاشو میگم که چطوری کمک بکنیم که تب پایین بیاد. خب ما تا چه زمانی میتونیم صبوری کنیم برای اینکه شاید حالا دلایل جانبی داشته باشه و خطرناک نباشه و خود به خود تبه بیاد پایین و سیستم بدن رو توش دخالت نکنیم، بذاریم کار خودش رو انجام بده؟ میخوام ببینم این بازه خاصی داره که مثلا بگیم 24 ساعت اول زیاد نگران نباشین، بعد 24 ساعت مثلا اگه دیدین داره کم کم بهبود پیدا میکنه، بدونین که این سیستم طبیعی بدنشه. اون شیرخواران نوزاد که گفتم 28 روزه، اونا که توجه ویژه کنیم، اونا بذاریم کنار. بقیه اگه علائم همراه داشتن که اینا باید ببرنشون، درسته، ببیننش. اگر که تب 39 بالاتر نرفته بود و هیچ کدوم از این مشکلات همراه رو نداشت، بچه حالش خوبه، حالش خوبه، بچه داره کارش رو میکنه. تب که میکنه یه خورده بیحال میشه، تبرش میدم میاد پایین. اینو میشه بنابر بحث‌های طب جدید 3 روز، طب سنتی هم میگه 3 روز، که اون نوع تبه که میگه تب روزانه یا تب یوم، همای یوم، میگه تا 3 روز میشه بهش مهلت داد، به شرطی که علائم جدیدی پیدا نکنه، باز بدحال نشه و اینکه تب بیش از 39 درجه بالا نره و جواب بده به کارهایی که دارن انجام میدن. من توصیهم اینه که حتما مشاوره بگیرن یا تماس بگیرن یا حداقل مطب ببرن. اگه میترسن الان بیمارستان ببرن، بچه اومیکرون نباشه، اومیکرون بگیره دیگه، همینه دارن میترسن، از کرونا دارن مردم میترسن، خب ببریدش مطب، ببریدش یه جایی، حتی یه پزشک عمومی باشه که وارد هست ببینتشون، یه درمانگاه سطح شهر که حالا خلوته، اونجا برن چکش بکنن، خیالشون راحت باشه. همیشه هم همینو میگن اگه که علائم جدید پیدا کردی دوباره بیار، چیز روتینیه. تب با توجه به اینکه ظاهر ساده ای داره، خیلی مردم به عنوان یک امر طبیعی بهش نگاه میکنن، ولی خب فکر میکنم تو پزشکی خیلی دلایل پیچیده ای داره. بله. و بحث سنگینی هم هستش. بله. میخوام خیلی حالا کوتاه تیتروار به علل به وجود اومدن تب بیایم اشاره کنیم دونه دونه و هر کدوم علائم خاص خودش رو داره دیگه. مثلا ممکنه ویروسی باشه، باکتریایی باشه، نمیدونم عفونت باشه، علائمشون متفاوت هست با هم دیگه. یه آگاهی بدیم به مردم. میبینید بحث ما تب اطفاله، خب محدود کنیم به اطفال. بله. شرایط جامعه خودمون اغلب تب‌هایی که تو اطفال هست، غیر از بحث شیرخواران که گفتم لباس زیاد پوشیدن و گرمای زیاد و کم شیر خوردن خودش تب میده و اینها، بیشترین عامل تب که گفته میشه عفونته. منظور از عفونت یا التهاب اینه که یه جرم خارجی وارد بدن شده. یه سوالی من فکر میکنم تو ذهن خیلی از عزیزانی که دارن برنامه رو میبینن پیش اومده باشه، میگه الان ما چرا داریم بحثای طب رایج میکنیم، چرا شما ویروس و اینا میگیم، مگه شما طب سنتی نیست؟ ما پزشک هستیم، اول از همه پزشکی عمومی ها خوندیم و از اون طرف هم ما تو طب سنتی یه واژه‌ای داریم به نام اجرام غریبه، چیزایی خارج از بدن که وارد بدن میشه. پس این بحثی که دارم میگم همپوشانی داره. حالا من واژه رو به کار میبرم، واژه امروزی رو استفاده میکنم. پس از بیشترین عاملی که داریم تو اطفال، الانم گفته شده هر تبی که تو اطفال شما دیدید بذارید به حساب ویروس کرونا. الان اینجوریه دیگه. بله. بود تا قبل از تابستونی میگفتن هر طوریتون شد بگید کرونا هست مگر خلافش ثابت بشه، که من بعضی وقتا به شوخی میگفتم حتی اگه خلافش ثابت بشه، چون ثابت شدنش سخت بود. درسته. تستا خیلی سخته. برای احتیاط باید بذاریم. الانم من میگم تو اطفال، حالا بحث تب دندان و اینا رو شما حساب نکنید، شما همه رو بذارید بحث اومیکرون، که حالا تب دندان یه بحثیه که حالا یه اختلاف نظرایی هست، من واردش نمیشم. ولی کسایی هم که میان میگن تب دندان تب نمیده، من از یه نظر درکشون میکنم، حالا بحث علمیشو ندارم. اگه که یه پدر مادری بیان تب بچه‌شون رو به حساب دندان بذارن و چیز دیگه ای باشه، ممکنه یه اتفاق بیفته. ولی اگه به حساب چیز دیگه، یعنی عفونت بذارن، حالا فرض کنیم دندان باشه یا یه علتای دیگه ای داشته باشه، چیزی رو از دست نمیدن. خب علتای بعدی چیه؟
عفونت یه قسمتش که ویروس بود. ویروس ها اغلب خودمحدود شونده هستن. میدونید ما مشکلی که با ویروس داریم چیه که الان کرونا دارو نداره. ویروس، سرماخوردگی، تو کتابای فارماکولوژی جدید، داروشناسی جدید نوشته درمان نداره سرماخوردگی و سال هاست که با بشر هست. چرا ما آبریزش داریم، قرص آبریزش مثلا میخوره فلان، نه. از اون نظر میگن خود ویروس، حالا طب سنتی میگه یه کارایی میشه کرد درمان هم میکنه، خود ویروس آنتی بیوتیک چرخوشکن روش اثر نمیکنه. متوجه هستی؟ یه دسته پس غیر از ویروس ها داریم به نام باکتری ها یا قارچ ها، میکروب. اینا دسته میکروبن. میکروب شامل ویروس میشه، قارچ میشه، باکتری میشه، چیزای دیگه هم هست. پس ویروس، خود ویروس نمیتونیم بهش دارو بدیم، دارو شیمیایی بدیم، ولی خب اگه که باکتری باشه میشه چرخوشکن هم بهش داد. پس عامل دوم از نوع عفونت چیزای غیر ویروسی هستن، اینجوری میگن. یه چیزای دیگه هم هست که تب میده. اینو مقالات جدید هست تو کتاب طب سنتی هم فت و فراوون نوشته. مشکلات روحی روانی جالب تب میده. حالا تو بزرگسال‌تر داریم که بعضیا خودشون به خاطر غرضایی که دارن میان تب ایجاد میکنن تو بدنشون، اونم یه مسئله دیگه هست. بعضی داروها ایجاد تب میکنن. تو کتاب طب سنتی نوشته که بعضی چرخوشکن‌های قدیم بهش میگفتن آبکامه یا موری، میگه که زیاد کنی خودش همیات افنه میده، خودش تب میده. بعضی ضربه ها، مثلا ضربه به سر خورده خونریزی داخلی تب میده، اصلا هم هیچ عفونتی نیست. و علل دیگه ای که حالا من خیلی واردش نیستم، مثلا سرطان هست، مشکلات روماتولوژی اینا هست که اونم تب میشه. درود بر شما. خب دوباره میخوام بریم یه فاصله بگیریم، شما یه نفسی بگیرین، ان شاءالله دیگه برگشتیم با بحث راه حل های درمانیش از منظر طب سنتی. دیگه بحثمون رو جمع میکنیم در بخش بعدی. بفرمایید بخش رو تماشا کنید، ما همچنان در کنار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صحبت از رنگ ها بود، رنگ های تیره و روشن. برخی از رنگ ها رو باید تذکر بیشتری بدیم، مثل رنگ مشکی. رنگ مشکی کراهت داره. درست است که به قول برخی رنگ اقتداره، لکن وقتی که وسیع و فراگیر شد، این تیرگی فراگیری افسردگی میاره. از این رو وقتی که میخواستن کسانی رو حبس کنن که موجب حبس تفکرشون بشه، تفکر پرشورشون رو از بین ببرن، تو سیاه چال حبس میکردن. سیاه چال، چاله میتونه باشه ولی سیاه نباشه. این چال سیاه، وقتی که تو سیاه چال حبس میشی، همه جا رو تیره میبینی، تفکر تیره میشه دیگه. شور حرکت، عشق حرکت، تفکری نو، ابداع، اختراع، نوآوری، تفنن، تغییر، تغییر دیگه خفه میشه. پس از این جهت حتی توصیه میکنن کفش سیاه نپوشید، رنگ کفشتون رنگ زرد باشه که همچنان که نگاه میکنید به رنگ زرد، رنگ امید و زندگی و شفاف بودن نور زندگی و امید وجود داشته باشه. خب این خیلی اهمیت داره. رنگ کلاه رو اگر مشکی کردید خوبه، اباحت و اهمیت قدرت نمایی در سر بروز داده میشه. کلاه طبیعی انسان هم سیاهه، خداوند موی سر رو سیاه آفریده. جلوه اول از هم که چهره انسان جلوه است با پوششی سیاه. خیلی خوب، همین رو اگه پوشش مصنوعی بخوای بدی، چه برای حجاب زنان چه برای عرض هم که پوشش مردان خوبه سیاه باشه و رنگی تیره شبیه به این. اما به هر حال بازم وقتی که ببینید مقایسه میکنین رنگ سیاه رو با رنگ سبز بر سر گذاشته، رنگ سبز جلوه
بیشتری در روح داره، در مخاطب داره. من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم سیدی که به محله ما می اومد و محور اعتماد مردم بود، همه به جد او قسم می‌خورد و او عمامه سبز داشت. خب من نمی‌دونم از کی رنگ لباس‌ها از سبزی به سیاهی گراییده. به هر حال در تاریخ نشون میده که رنگ‌ها در ابتدا شخصیت‌های اصلا معنوی با پوششی سبز در جامعه آشکار بودن و متمایز بودن. زمان قدیم لباس‌ها نشان دهنده شخصیت‌ها و طبقه اجتماعی بود. هر طبقه اجتماعی یک لباسی با یک رنگی می‌پوشید. توی آرایش ترکیبی یک جداره ای از سیاهی، یک حاله ای از سیاهی، یک قطعه ای از سیاهی، وقتی که سیاهی کامل شد و مستمر شد اثرات مایوس کننده داره. به خصوص کسانی که همه در معرض دید هستن پوشش سیاه نباید. طبیب نباید پوشش سیاه داشته باشه. پزشک نباید لباس سیاه بپوشه. ممکنه خودش لباس خودش نمیبینه ولی خب مخاطب که او رو میبینه. شما به چشم مخاطب باید قضاوت بکنید. لباس روشن از این جهت مثل لباس پزشکان رو اصلا برای جراحی سبز انتخاب میکنن چون لباس رنگ امید است، رنگ نشاط، و برای اینکه دور باشه از هر آلودگی سپید. سبز ارجح نسبت به سپیدی و آبی ارجح‌تر نسبت به هر دو رنگ دیگر چون رنگ آرامش، رنگ تعادل، رنگ اقتصاد. این رعایت رنگ ها و ترکیب رنگ ها یک آرامش ویژه‌ای میده به نظام اجتماعی. توی خونه فرض کنم یه نفر، یه زنی شبانه روز مجبوره توی خونه بشینه منتظر شوهرش. خب او مانوس است با همین رنگ های در و دیوار آشپزخونه و رنگ پرده ها و رنگ فرش و رنگ مبلمان اینها. تغییر رنگ ها در زمانهای متفاوت یعنی تغییر غذاها در شبانه روز و در طول ماه و فصل و سال. خوب است یه تنوعی از رنگ‌ها به شکل پوشش در رنگ‌های مورد دید عام، رنگ پرده‌ها، رنگ فرش‌ها، رنگ میز و مبلمان وجود داشته باشه تا این تغییر غذای دیداری روح باصره رو تلطیف بکنه و همیشه نشاط در خانه باقی بمونه. شما یک گلدون با یک تک گل وسط سفره بذارید مزه غذا فرق میکنه. چه عیبی داره که حالا در 5 جا حتی گل مصنوعی، البته اگه گل طبیعی بود روح نباتی پخش میکنه چون گل دیگه گیاه ذکر خدا میکنه، النجم و الشجر یسجدان، درسته؟ خب اگه طبیعی باشه روح میده، انرژی میده. خیلی خوب اگه طبیعی نباشه رنگش هم میتونه نشاط بده به اعضای خانواده و کسانی که در معرض دیدشون اون رنگ وجود داره. پس سعی بکنیم با رنگ‌های شادی بخش، با رنگ‌های گرم فضای زندگی رو گرم و با نشاط نگه بداریم. السلام علیکم و رحمت الله. بله، خیلی ممنونیم که تا اینجا برنامه توجه کردین و میدونم که منتظرین که راه حل‌های درمانی رو از آقای دکتر تفضلی بپرسم. اما قبلش یه سوال کلیدی دیگه هم بپرسم. آقای دکتر چرا بعضیا واکسن میزنن؟ حالا مثلا بچه‌ها، حالا بزرگترام اینجوری هستن. بعضیا تب میکنن، بعضیا تب نمیکنن. یه سوال خیلی خوبی هست. یه جور دیگه هم میشه مطرح کرد. چرا بعضیا کرونا میگیرن زود خوب میشن، بعضیا خوب نمیشن؟ چون مشابه همون حالت هست دیگه. یه حالت ایجاد یه مشکل تو بدن هست دیگه. میخواد یه مانوری هست واکسن از اون جنگ واقعی. چرا تو جنگ واقعی بعضیا از پس جنگ برمیان، بعضیا بر نمیان؟ علتش اینه که بدنای قوی دارن اونایی که از پسش برمیان. ببینید ابن سینا میگه که اطفال معده هاشون خرابه به خاطر اینکه قاطی پاتی میخورن، آب وسطش میخورن، غذا درست نمیجون، نمیشه خیلی سر به سر بچه گذاشت که این مضر برات، این مخصوصا بچه‌ای که تب کرده نمیشه خیلی سر به سرش. ببینید یه بچه‌ای هست هیچی نمیخوره، این داره از دست میره، حالا مجبوری ما تا یه جاهایی باش کنار بریم. این متن کتاب هستا که میگه لازم تبعیت از اطفال مخصوصا تو بحث تب
تا یه حدی، تا جایی که میشه، چیزی که خیلی براش بد نیست و اجازه بدیم که بخوره. چه کار بکنیم که این اتفاق برای بچه ما نیفته، از تب بتونه زودتر بره کنار؟ این جوابش جواب یه سوال دیگه هم هست. چرا ما بچه‌مون تبش انقدر طول کشیده؟ چرا ما همه کار براش کردیم تبش خوب نشد؟ این هم زیاد تو بحث اومیکرون میپرسه. بله. ببینید شما معده رو باید تقویت کنید. اولین جا باید معده رو تقویت کنید. خب چند تا چیز من دیگه فقط میخوام درمان بگم، بحثم طب سنتی بکنیم. شما ربع انار، یه چیز خیلی در دسترس، خوشمزه، بچه‌ها دوست دارن. اگه سرفه نداره بچه که ترشی اذیتش نمیکنه، یه مقدار کمی تو غذاش بریز. مثلا میخوام مرغ درست کنید برای بچه، با ربع انار درست کنید. یه مقدار همینجوری قبل و بعد غذا بهش بدید. اشتهای بچه رو باز میکنه، حالش رو خوب میکنه. حالا از به میتونیم استفاده کنیم، ربع سیب میتونیم. اینا معده رو تقویت میکنه. اون مواد اضافی که در بدن هست و تو معده منشأش هست رو دفع میکنه. ببینید طب سنتی میگه که تب وقتی ایجاد میشه که یه رطوبت اضافی تو بدن هست، این رطوبت منشأی میشه برای اینکه اجرام غریبه بیان توش عفونت ایجاد کنن. ویروس هست، اینجا ویروس هست، اینجایی که ما نشستیم تو هوا هست، روی سطح ها هست. واکسن که میزنن، همه دارن واکسن میزنن، بعضی اتفاق میفته براشون، بعضی چرا؟ چون یه محیط کشتی، یه جای مستعدی تو بدنشون ایجاد کردن. باید این معده پاکسازی بشه. اگه یبوست هست ما رفعش کنیم. خاک شیر چیز خیلی ساده ای هست. تو قسمت های تب تو کتاب‌های طب سنتی نوشته خاک شیر برای انواع مختلف تب خوبه. سیستم ایمنی رو تقویت میکنه، اجابت مزاج رو بهتر میکنه. اون مواد اضافی که تو بدن هست و محملی هست که میکروب ها بیان روش سوار بشن و ایجاد عفونت کنن یا باکتری ها روش سوار بشن رو دفع میکنه. اگه که خاک شیر رو با قدر سکنجبین مخلوط بکنیم همین کار رو میکنه. اگه بچه بالای 2 سال هست عسل میتونیم بهش بدیم، آب عسل درست بکنیم. اگه که آلرژی به گلاب نداره، به این آب عسل کمی گلاب اضافه کنیم. اینا همش خوشمزه است. ببینید بچه‌هایی که میان پیش من همیشه بهشون میگم من به شما داروهای خوشمزه میدم. باید رعایت کنیم برای بچه‌ها، چون همین خوشمزگیش هم باعث شادی میشه و روحیه رو تقویت میکنه. تقویت روحیه باعث خوب شدنه. پس محیط خونه رو آروم نگه داریم، استرس خودمون رو به بچه انتقال ندیم تا سیستم ایمنی تقویت بشه. بله. در مورد درمان تب من بحث رو بخوام جمع بکنم، این دیدگاه مشترک طب سنتی طب جدیده. تب یه علتی داره، یه علامتی داره. علامت اینه که گرم میشه بدن و یه مشکلاتی اتفاق میفته. علتش هم یا عفونتی هست یا حالا مشکلاتی که دیگه ای که اسم بردن مثل واکسن زدن. ما باید علت رو رفع کنیم و تب رو به صورت علامتی هم کاهش بدیم. ببینید شما الان سرتون درد میکنه، یه قرص مسکنی میخوری، این درمان نیست. علامت رو شما رفع کردید. تب لازمه، تبای بالا رو ما باید کاهش بدیم. پس عین همه طب سنتی هم میگه درمان علامتی داریم، درمان علتی داریم. خب اگه بخوایم وارد درمان علتی بشیم باید تشخیص بدیم که کار پزشک هست، ولی تو ویروس ها مثلا این اومیکرون درمان خاصی از نظر طب جدید براش نداریم. باید سیستم ایمنی رو تقویت کنیم، مواردی که خدمتتون عرض کردم. حالا یه چیزای دارویی هم هست که میشه تجویز کرد، مثلا چیزایی که اثبات شده مثل شیرین بیان، اکینوس، اینا که من میذارم به عهده پزشک متخصص طب سنتی که دوزش رو رعایت کنه، با احتیاط بده. ولی اون کاری که میتونیم برای کاهش تب از نظر علامتی بکنیم، روش‌های خوراکی داریم، روش‌های غیر خوراکی. روش‌های خوراکیش چند تا چیزا من به خدمتتون عرض کنم یادگاری باشه برای مردم عزیزمون. برای تب جوشانده عناب که تو کتاب طب سنتی میگه عناب. عناب رو اگه که به تعداد 14 تا دونه، حالا 2 تا 20 تا دونه برای بزرگسال هم میگه 14 تا دونه، با چنگال سوراخ بکنیم، این رو با 100 سی سی آب جوش حالت دم کرده بذاریم، یا یه 2 تا قلم بخوره بهتره، صافش بکنیم و این عصارش رو کتاب ها میگن که به کرات به بچه بدید، مقدار کم بهش بدید، یا اصلا حوصله این کارا ندارید سوپی درست بکنید، سوپ ساده‌ای درست بکنید و داخل چند تا دونه عناب ریخته بشه. خاک شیر که خدمتتون عرض کردم با کمی سکنجبینی که ترش نباشه، این یه چیز خیلی خوبیه که تب رو فوری میاره پایین. ببینید بحث پاشویی که مطرح میکنن خیلی وقتا باعث لرز میشه، چون ببینید خدمتتون عرض کردم مکانیسم تب رو که این دما باید بره بالا، یه دفعه شما میخوای برعکس اون کار رو انجام بدی، میخوای دست و پاها رو دوباره خنک بکنی. متوجه هستید؟ این حالت لرز ایجاد میکنه تو بدن
ما تو طب سنتی میگیم پاشویه بیشتر وقتی انجام میشه که سردرد داشته باشه، یه تب با سردرد اون وقت پاشویه. ولی به صورت بدنشویه داریم که بهتر لباس بچه کنده بشه، البته محیط حواسمون باشه که باد نخوره به بچه، لباس بچه کنده بشه و با یه حوله‌ای که داخل آب ولرمی خیسش کردیم و یه خورده چلوندیمش که خیلی هم خیس نباشه، بعدن بیشتر قسمت‌های مرکزیش خیس بشه، جلوی سینه، شکم، پشت کمر، گردن، حتی روی پیشانی رو میشه خیس بکنید. دست و پا رو بهتره که این کارو نکنیم چون باعث لرز تو بدن میشه. این هم یه مدل روش غیر خوراکی هست. یه روش دیگه روغن هایی هستن که میتونیم استفاده کنیم. با توجه اینکه پایان نامم روغن بنفشه بادوم هست و این کارو ما انجام دادیم، من خدمتتون عرض میکنم ما اومدیم بچهای سرطانی که تبای خیلی بالا داشتن، به هیچ آنتیبیوتیک و تبری هم جواب نمیدادن، اومدیم شیراز تو بیمارستان امیر 2 تا دسته کردیم. یه گروه 21 نفره رو روغن بنفشه بادوم رو شکمشون زدیم، یه گروه 20 نفره رو روغن بادوم شیرین خالی که بدونیم علت از همون بنفشه است. اگه اثری گذاشت استناد بکنیم که بنفشه داشته که داشته اثر میکرد. 20 تا قطره اطراف ناف بچه ها میزدیم و اینو نیم ساعت مهلت میدادیم، تبشون رو اندازه میگرفتیم. واقعا نتایج خیلی خوبی اونجایی که تب کاملا رفع نمی‌کرد نیاز به مصرف داروهای تب رو کاهش میداد. پس روغن بنفشه بادام، فقط دقت بکنم مردم عزیزمون، پایه این روغن باید حتما بادام شیرین باشه. یعنی بنفشه تو پای کنجد، بنفشه تو پای زیتون، ما میگیم طبع زیتون و طبع کنجد گرم هست، این خودش اختلال ایجاد میکنه. اینم یکی از روش‌هایی که خیلی میشه استفاده کرد. در مورد غذا هم حواسمون باشه که حجم غذا کم بشه ولی دفعات غذا دادن به بچه بیشتر. بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات خوب و کاملتون آقای دکتر. سپاسگزارم از حضورتون در انارستان. البته در خدمت شما هستم بعد برنامه در فضای مجازی که مردم سوالاتشون رو بپرسن، ولی تا اینجای کار بسیار ممنونم ازتون. ممنون از حضورتون و از شما عزیزانم ممنونم که به انارستان توجه کردین. دکتر بسیار خوبی است، دکتر تفضلی، میگم خودتون متوجه شدین، دنباله دکتر خوب میگشتین که بتونین حالا تب فرزندانتون رو پایین بیارین. ما اطلاعاتش رو تو صفحه انارستان میذاریم، اطلاعات دکتر رو که بتونین استفاده کنین از تجاربشون، به خصوص اونایی که هی به ما میگفتن در این حوزه نفر به ما معرفی کنین. انارستان خط زیرین تیوی، ما آماده خدمت رسانی به شما هستیم. خدا نگهدار.